یک سوال دیگه میشه باز. و ما بردم گفتم اکثر مسائل متاسفانه امام ذهبی از علماء میگه الحسد فی العلماء قدیم. این حسد بین علماء نیست، بسیار چیز قدیم است نه؟ و یک وقت میگن از عمر بن الخطاب فکر میکنن روایت میشه که میگه مردم پیش جمع بودن، بسیار جمع کلان جمع بود پیشش، همطور نشسته بود. وقتی که مردم جمع میخواست که سخنرانی شروع کنه باز گفت که اینطور نیست سخنرانی که مردم های سیاسی میکنن، مثلا کلمات مختصر. یک بار میگه گفت که ای پسر خطاب، گفتم مادرت فلانی بود و توی این کارا میکردی، نه مثلا یک کار بسیار چیره چوپانی میکردی یا این میکردی. بعد شروع کردم این مسئله را بیان کردم. بعد پنج کس پرسان کرد که چطور یک چیزی که اصلا ناگهانی به یک چیز دیگه اصلا مربوط متن نبوده حاشیه داخل شده مثلا، بلکه مربوط حاشیه هم نیست، بیرون یک سخن. گفت ما که می جمع عدید می جمع انبوره. گفت برای ما یک نوع چی رخ داده ممکن؟ یک نوع زحو و یک نوع تکبر، یعنی این مردم برای ما جمع شدن الان باشن سخن دارن. گفت در اینجا ما خواستم که نفس خدا بکوبم. گفت ما این نفس تو بیاد داشته بود تو بچه فلانی هستی و تو این تو کارم میکردی، مثلا چوپانی میکردی به این خاطر که من نفس کوبیده باشم در اینجا. این امی خیلی چی کلان است که مثلا از علماء سلف نقل شده که یک مناظره بود بسیار متوجه باشن بین احمد بن حنبل میگه من در یک مجلس داخل شدم بین امام شافعی و بین امام اسحاق بن راهوی از محدثین خیلی بزرگ است. در یک مجلس میگه میان از یوم مناظره بود. میگه وقتی که اینا از مناظره بیرون شدن، بعد از مناظره رأی که پیش اسحاق بن راهوی بود و نظر امام شافعی اختیار میکنه و نظر امام شافعی رو کی اختیار میکنه؟ اسحاق بن راهوی. این اختلاف باقی مانه خود رأی تبادل میشه. وقتی که ادله طرف مقابل گوش میکنم ما ادله از رو میپذیرم، وقتی که از طرف مقابل از من گوش میکنی رأی ما رو میپذیرم. یعنی دلالت به چی میگه؟ دلالت به اینی رو حریت و آزادی در اسلام میگن. آزادی که از خود یعنی آزادی به این معنی نیست که آزادی که بلا جانگوشی خود در غرب دموکراسی که بر ما پیش میگن، نه، آزادی که مقید، چون انسان عبد است. و بعضی کسان مشکلشان همی است که به خاطر از که ما بادم و اونا به فکر خودم تو پیش خودشان است که ما بادم مثلا اگر ما بگم من نمیفهمم یک مسئله را، یک نفر پیش امام مالک آمد از اسپانیا، ببین از اسپانیا آمد در کجا؟ در مدینه یا از مراکش آمده بود فکر میکنم. امام مالک به نام امام دارالهجره معروف است. مسائل که سوال میکرد در تقریبا بیش از نصف مسائل گفت که لا ادری، نمیدانم. لا ادری گفت نمیدانم، یعنی نمیدانست مسائل، گفت نمیدانم. این برش گفت که او امام گفت که ما خو اینقدر رنج و زحمت کشیدیم، تکلیف کشیدیم، او از سر دنیا از مغرب آمدیم به اینجا آمدیم، واسه تو میگی من نمیدانم خیلی گفت که او برادر نمیدانم میگه. و امام مالک میگفت لا ادری نصف العلم، نمیدانم نصف علم است. اکثر در مسائل قسم شده که یک نفر سوال صورت گرفته واصل امی است که بگو من نمیدانم مثلا فردای مسئله تحقیق میکنم، نه، به خاطر که پیش مردم کم نبه فکر خودش است بیازه یک چیز شیطان واسوسه داخل میکنه. اینی وقتی که جواب در دین میته اینمی است که علی الله بغیر علم گپ میزنه، یعنی به این معنی که تقول میکنه چیزی که الله و رسول الله گفته چیزی را اضافه میکنه از خود. این فکر مثلا امی است که خود به خود شیطان در این یک راه برازی به خود پیدا میکنه. و همیشه باید داشته باشین که الله عزوجل بعضی مردم که بسیار مردم به علمش گمراه ساخته، به علمش. حالا مثلا بگونی مثلا هیچ فعلا دلیل نزد ما نیست که شخص که ما اینجا نشستیم یا کس دیگه یک جای نشسته مثلا کو یک دلیل از قرآن کریم داشته باشه که واقعا عالم باشه، هیچ کس نیست. ما عالم خطاب میکنیم فلانی عالم است، اما قرآن به کسای عالم خطاب کرده و گمراهشان هم ساخته. ببین وقت درباره کسی میگه که از آیات میگه قسم بیرون شد آتینا و آیاتنا. ببینین قرآن میگه ما برای آیات خدا دادیم، نشانهای خدا برش دادیم، این را عالم گردانیدیم فانسلخ منها. خواستمی مثل ازی که گوسفند از پوست جدا کنه، من قسم میگه جدا شده اضله الله علی علم داشت. ببینین شهادت پس طرف الله عزوجل که علم داشت خب باز گمراه ساخت الله عزوجل. این علم که است، علم اگر به خاطر علم کسی میخواد به این خاطری را بیاموزه، به خاطر علم بیاموزه،
این علم کس انسان خود به خود از دایره چی حیوانات انسان بیرون نمیکنه، اون دایره باقی میمانه. علم انسان به خاطر الله عزوجل انسان علم چی میکنه؟ در شروع علمی باشه و علم عالم میشه، صفت عالم ربانی و عالم با عمل می است که هر روز که اثر کرده بره درو تواضع افزوده میشه و میشه را میبینن که قوام است، در شب پارسا هست و در روز به دست شمشیر است، از کسی خوف نداره. این عالم ربانی امی است. اینیک علمای سو مثلا امام احمد بن حنبل نقل قول از میشه، ما رو به خاطر بردن میگم که یک روز ما در سعودی چند سال پیش که ما درس میخواندم، یک وقت سرباز علما انتقاد کرد، من تو نام گرفتم فلان فلان، تو مینا چرا با جهاد نمیرن؟ چرا نه با جهاد نمیرن؟ کسی گفت نه اینجا خودتون است که اگر اینا برن باز اینجا مثلا منطقه خالی. گفتم یک وسوسه شیطان است. رسول الله وفات کرد به دین کدام صدمه نرسید. ابوبکر رفت، عمر رفت، عثمان رفت، علی رفت، صحابه تماما وفات کردن. به دین مطلقاً دین باقی ماند و حی ماند. این یک وسوسه و زینت شیطان است برای ما. اگر ما مثلا بگوییم مثلا ما از منطقه بیرون شوم باز مردم کلی گمراه میشن. این دین مثلا مرتبط به من نیست، نه به رسول الله صلی الله علیه و آله. دین الله عز و جل است. گفتم اگر امی علما فعلا اتمی مثال برسن، گفتم فلانی علم نام گرفت، مگر من گفتم به چیچن بره، به چیچن یا به کشمیر در صف اول مثلا بجنگه در چیچن، باور کنن که در یک هفته امی کشورها آزاد میشه. خب آل سوال پیدا میشه، مثل روز ما کس نشسته بود در این باره صحبت میکرد، میگه علما عالم است، عالم خوب است ان شاء الله. برام میگه استنی وقت فتنه هاست و انسان همیشه باید کوشش به این داشته باشه که امی تعلیم و چیز باید کنه و به مجاهدین کمک. ما گفتم که شیخ صاحبی چیزایی را که ما میگیم امی علما چه وقت نقش خود بازی میکنن؟ این خو یعنی به این معنی که ما قتال و جهاد کل زیر به عوام گذاشتیم و ما که هستیم صرف امی تعلیم مردم رو به دوش گرفتیم، یعنی به خود یک چیز مخرج خانه گونسه که به خود پیدا میکنیم. من گفتم که عبدالله ابن مبارک رحمه الله محدث خراسان است. عبدالله ابن مبارک رحمه الله، عبدالله مبارک است که محدث است، مفسر است، شاعر است، اصولی است، تمام صفات نیکی یک عالم ربانی داری پیدا شده میتونه. عبدالله ابن مبارک رحمه الله یک سال جهاد میکرد، یک سال حج میکرد، در سخاوت مطلقا نظیر نداشت. مردم که به حج بیرون میکرد و خودش رهبری چی را میگرفت، می کاروان میگرفت. روایت می میشه که وقتی مردم به حج میبرد پیسار از مردم جمع میکرد و پس که دوباره از حج بازگشت میکرد در اینجا برشان سودا برشان خریداری میکرد، منش نماینده برشان خریداری میکرد، میگه پول بر ما بتین. وقتی که پس دوباره باز می آمدن برای مردم خانه‌هایشان رنگ مالی میکرد مکلف. یک مهمانی بسیار مفشن جور میکرد، تمام مردم میخواست به خاطر که مردم از حج آمدن. بعد از او بازم پولایشون در کیسه منداخت برشان پس دوباره تسلیم میکرد. یعنی میمونه که ما از کیسه خود براتون خرج کردیم تمام. یک سال جهاد میکرد، یک سال حج. که زوام میگه من در یک جنگ یک کس دیدم که روی خود نقاب مانده، تنها چشماش معلوم میشه، از میصف میبره با کفار میرزم و پس دوباره میاد. بسیار با شجاعت اینو من تعقیب کردم. در یک جای رسیدم دست انداختم برویش، وقتی که نقابش پایین کردم برش گفتم که یا ابا عبدالرحمن، کنیش ابا عبدالرحمن بود. مبارک گفتش که با کسی برزی خبر عبدالله ابن مبارک گفت. وقتی که رویش پایین کرد از ائمه میشه که خلیل ابن احمد الفرائدی عالم النحو است، یک سال به جهاد یک سال به حج. خب ما گفتیم کار علما نقش رو چه وقت بازی میکنه. ما کلانترین برادر مشکل ما می است که ما علما همیشه عوام در بسیار مسائل که اصلا عوام از او استغنا دارن که نباید در خود عوام قرار. مثلا بعض مسائل مذهبی است که در اون مثلا مستویات باید دیده شود، اندازه عقول مردم باید. علی میگه که آیا شما میخواین که مردم الله و رسول تکذیب کنن؟ خاطب الناس لقدر عقولهم، به اندازه عقلش مردم مورد مخاطبت قرار بدید. باور کن در مجالس ما نشستیم که عوام نشسته، عوام جناب عالم که آمده مسائل که مطرح میکنه، حدیث بازی رو تحلیل میکنه، احادیث بازی مسائل اصول، مطلقا عوام ایران نمانه که چه قضیه است. باز یک بار در سر امام رد میشه، امام باید اینجا باید بکنه، چون اصلا یک هدف داره که باید به او برسه. مثلا مجالس مناظرات داریم پشاور شما شین، مجالس مناظرات برپا میشه، میفهم در این مناظرات کی شرکت میکنه؟ کل مردم جاهل. خب بهترین مناظر کی است که بتونه خصم خود در این چی کنه؟ خصم خود در این ساکت بسازه. اونمون کسی است که لفاظ باشه، چیخ بزنه مردم میگه والا اینی بسیار فهمیده است، بسیار خوب درمیده. در حالی که این مجالس مناظرات در اسلام این شکل می باشه. مجالس مناظره به این معنی در کسی باشه که مردم حکم، مردم عالم باشن که از اونها که فهمیده تر باشن، نه عوام.
بازی ببینید در مجالس مناظره کلاشینکوفاست. این کلاشینکوفا رو مثلا این خود به خود فتنه برای عوام است. عوام شما بگید دیگر مثلا عوام و بعض مسائل مشغول ساختن که اصلا استغنا دارن. حالا بزرگترین ببین مسئله که مثلا ما شما داریم همین است که حاکمیت فعلا از الله نیست در اینجا در روی زمین. حاکمیت خب برای ما طغات برای ما گرفتن در زمین کشوری که ما زندگی میکنیم. شما برین در هر جای شما نمونه اسلامی رو بر ما پیدا کنید که ما در اونجا هجرت کنیم. اگر امروز در روی زمین یک نمونه اسلامی باشه که اسلام حاکم سر ما هجرت فرض میشه به وجود ما هجرت اونجا کنیم. و نظام ما باید پیروز باید بسازیم. امروز نظام باید استاد چه کجاست این نظام؟ خب حالا وقتی که نظام غیر اسلامی شد یه حکم فرزندای مسلمانان که در اردوها کار میکنن یه حکم از چی است؟ اینا خب انصار طاغوت هستند. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اینا خود سبیل طاغوت میجنگن. این فرزندای مسلمانان هستند. حکم قضاتش چی است؟ اینا هم اصل مسلمان هستند. پس ما فعلا در یک منجلا ببینن امت گیر آمده که به این ضرورت داره به فرهنگ سازی. فرهنگ اسلام باید دوباره چگونه آدم رشد بده در بین مردم و این مسئله رو برای مردم باید علما باید بفهمن. بزرگترین مسئله است برادران فعلا ما مواجه هستیم. ما به این متأکد هستیم که دو آمریکا کفر محارب است. زمین ما را ادغام کردن. حدیثات ما را زیر پای کردن. این حال امروز وقتی که کفر محارب افغانستان آمده این تمام دنیا را گرفته. این جهاد فرض عین است. امروز برای تمام موافق روسان جهاد فرض عین است. رایی که ما جهاد نمی‌کنیم اون که اجازه دار دارالحرب است. ما وقتی چی کنیم یعنی شرایط واسه اصل خمی است که مثلا وقتی که هجرت در جایی که مثلا انسان آدم جایی که جهاد آمده مثلا نظر به مشکل اگر این مسئله با نفقه چیزا خود دلیل شده نمیده تعاقب باشن ولی که ما در این شرایط چی باید بکنیم؟ اصل خمی شرایط همی است که ما در این شرایط میگذاره که اصل همی است که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حدیث درباره عراق حدیث ابو داود روایت کرده و این نص فعلا در این موضوع هست. در این موضوع نزاع که کسی نظام مثلا در این مسئله کنه ببینید از ایداد باید ما بیرون شویم. ایداد عبدالله ازدام رحمه الله میگه که با سقوط اندلس اسپانیا جهاد سر هم مسلمانان فرض عین شد. حالا ما آمدیم که امت تمام عاصم و گناهکار در این شک نیست. هر فرد امت الا امی طایفه منصوره. ما فعلا در غربت اسلام زندگی میکنیم استاد. رسول الله صلی الله علیه و آله که دین غریب آغاز شده. چند نفری بودن و سیعود غریبا پس دوباره غریب میشن. فتوى الغرباء خوش به حال غربا. ما در حالت هستیم که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه وقتی میگه شما خس خاشاک سر آب میباشین. رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن چرا ما اندک استعداد ما گفت نه خیلی شما زیر هستین. خب مثل خس خاشاک سر آب دشمن جمع میشه. در حدیث اول میگه دشمن بعد جمع میشه سر کاسه در یک ظرف نانخوری که درش نان و طعام باشه مردمی که گرسنه باشن جمع شون نظر همه قسم امت‌ها سر شما جمع میشن. چرا چی وقت رسول الله میگه شما رو وحن میزنه ذوق. وحن ذوق چی است؟ میگه کراهیت القتال قتال بد من ذاك حدیث میاد. کراهیت الموت مرگ بد میبرین و با دنیا دلچسپی پیدا میکنیم. ما فعلا با این مرض آغشته هستیم. شینا بین بخوایم یا نخوایم با این مرض آغشته هستیم. و فعلا کس در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث ابو داود روایت میکنه و حدیث صحیح است. درباره قضیه عراق رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث داره که وقتی بنو قنطوره در فرات نازل میشن بعضی کسا میگن بنو قنطوره تتار است. اصل همی است که هر دشمنی که کشور اسلامی را اشغال میکنه رسول الله میگه مردم سه گروه تقسیم میشن. یک گروه همی است که از کفار امان میگیرن انصارش میشن دوستایش میشن ازش امان میگیرن. کفر و رسول الله میگه کافر شدن. یک تعداد مردم اشتغال به تجارت زراعت میکنن با جهاد سر و کار ندارن و نه با کفار سر و کار دارن. اینا کافر نمیشن. رسول الله میگه هلاک و هلاک شدن. یکی در مردم که اسم میگه زراری خود فرزند خود بیشتر میمونن زنای خود و میجنگن هم الشهدا. اینا میگه شهدا هستن. فعلا ما استاد در افغانستان که نه در افغانستان در هر خصوصا اگر در افغانستان منطقه محصول کنیم در افغانستان که جهاد فرزند بالای منه بالای هر فرد مسلمان است. در عراق است در کشورهای اسلامی. حال ما هستیم که انسان هر قدر بهانه‌ای خود بندازه لو القى معاذيره و بنفس خود بصیره و عدا است. واقعی بهانه است. یعنی قرآن 8 بهانه را ذکر میکنه سرش خط بطلان میکشه. 8 بهانه را ذکر میکنه سرش خط بطلان. این به نام اعذار 8گانه غیر شرعی که پیش الله معتبر نیست. چی است اعذار؟ دوستی پدرها، دوستی فرزندا، محبت اولاد، محبت خانه، محبت تجار، محبت مسکن، کل را ذکر میکنه که اینا پیش الله مطلقاً عذر دیشته نمیتونن. تو باید جهاد باید نکنی. جهاد باید صورت باید بگیره. چرا؟ به این خاطر که
جهاد به این خاطر ما بیستیم که جهاد باید به این خاطر صورت بگیره که این مسائل فردی است. جهاد خدایی احیای امت در این محفظه است که باید در این امت باید احیا شود. خب آمدیم که اگر ما میخوایم جهاد به شکل منظم پیش ببریم، جهاد در افغانستان در منطقه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک نفر از سه حالت باید بیرون نشه انسان مسلمان، یا خودش مجاهد باشه، یا برای مجاهدی که در سنگر میره برای صلات تهیه کنی خودش جهاد است، یا این که وقتی که مجاهد به سنگر میره اینجا خانواده‌اش سرپرستی کنه و اینا کسان در اجر مکمل با مجاهد اونجا میجنگه کی هستن، کسی که صلات تهیه میکنه. رسول الله میگه در یک تیر الله چند نفر را به جنت داخل میکنه، کسی که جور میکنه، کسی که آهنش تولید میکنه، کسی که جور میکنه، کسی که میخره بعد مجاهدی را میزنه، مجاهدی که میزنه، چندین نفر الله عزوجل با یک ساختن تیر به چی داخل میکنه، با جنت داخل میکنه. حال جنگ فعلا با امریکا کس به شکل با ما اون برادر بر ما بسیار یک چیز جالب بر ما از کابل آمده بود و فعلا جنگ در افغانستان آنقدر منظم است، آمریکا به شکل منظم مؤسساتی در افغانستان کار میکنن که میخوان که اون منابع اصیل اسلامی را خشک بسازن. خوشسازی منابع اصیل بد اخلاقی باید نشر شود در بین مردم. یک به نام پلورالیسم یک چیز را در افغانستان مطرح کردن که همه راهها مستقیم است، یک راه مستقیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا راههای مستقیم. این چیز فعلا مطرح میکنن به این خاطر بتون یک چیز استراب در عقاید مردم بار مثلا میارن. مثلا یکی نصرانی جور میکنن، یکی یهودی جور میکنن، موضوع اعلان میکنن به این شکل نه استراب. مثلا دیگه در پولیسی افکار چای مختلف کار میکنن فعلا در افغانستان در کار اینا هستن. با این طور یک مردم جنگ منظم باید صورت بگیره. حالا مثلا پیشنهاد می است اگر کسایی نمیخوان که مثلا ناتوان هستن، جرأت زیر ندارن که مثلا بجنگن، میتونن که یک جای دیگه یک خلای دیگه را پر کنن. اون خلا پر کردن همی است که مثلا میتونن مجاهد کمک کنن. اگر هیچ نمیتونن خب با این نظام سازش نکنن، با نظام با سر سازش باید نتن. با این نظام اصلا کسایی که مثلا ما میشناسیم بعضی کسایی که ما میریم میگه از داخل کار میکنن، اهلا و سهلا مرحبا از داخل کار کنین. داخل کار کردن که میمونه که مردمایی که میجنگن از داخل کار میکنن. خب آلی سوال به است که به مسجد درار علی رسول از داخل بیرون کرد، از بیرون یک بار انفجار شد از بین بردش. از داخل به ایمان کار کردن که ما با نظام سازش نمیکنیم. اما هیچ وقت اسلام مانع کس شده نمیتونه که در افغانستان مردم به خوبی دعوت میکنه. یک نفر از مردم به نماز روز دعوت میکنه، کار خودش است، الله برش اجر به این چیز بده. کسی مانع شده نمیتونه. عنصر مضر به اسلام و به جهاد نیست. و صرف سوال همی است که برای حد مانده شود که مثلا بگونی مثال یک کسی مثلا میخواد کتابوار ترجمه کنه، میگه می یک کارم است، کار کومی کار باشه، جهاد نکنی کار، این کار بشه مثلا کتاب ترجمه کنیم از استفاده میکنه. تو سوال به این است که از وجه مشترک که ما داریم از بیرون باید نشیم. وجه مشترک همی است که جنگ با این نظام، هزار وسیله باید نظام از بین وسیله شریعت از بین بره. خو یک قسم نشه که تو بر ما مانع ایجاد کنی. بر ما بویی که مجاهدین کس مردم استخبارات است. بر ما بویی که تمام مظاهرات که کسی گفته بود که در افغانستان که مظاهرات شد در ننگرهار گفته بود ببینن یک کسی بسیار عالم گفته در یک جای گفته ایره بوش به کرزی گفت، باز کرزی ملل متحد گفت، ملل متحد سند حدیث جور کرده بخود. بوش به کرزی ملل متحد به یوناما و مولا عمر الله دو لبزش کنه به این نفر گفت و اینا باز این مظاهره رو برپا کرد. یعنی یک سند که در کل یک کذاب و شیطان در این سند است. از بوش گرفته تا خود از آخر کسی که روایت میکنه همین حدیث دروغ و مردم روایت میکنه. خب حال مشکل به می است که این و مردمی که با نظام سازش دارن میگه ما از داخل کار میکنیم و یک قسم سنگ‌اندازی در راه جهاد میکنن. از اینا باید ما دست باید بشیم. اینا مردم موصف هستن. دو چیزی که همیشه توصیه برادران میشه که اختلافات تنظیمی در سابق در افغانستان وجود داشت، حالا وجود داره، در این شک نیست. تا روز قیامت در افغانستان تنها این نیست کدام نسل خاص باشه تنها در این اختلافات باشه، در هر نسل اختلافات است. خب ما بایستیم که اختلافات وقتی که در جایی که ما اختلاف میکنیم با کسی در این مصلحت امت زیر پای صورت میگیرن، مجاهدین مخدوش میشن، خدشه‌دار میشن، امیرایی که اختیار شده این را سنگ اندازی میشه. در این کوشش کنم که روی مصلحت همی است که باید این کار را مثلا من نکنم. ببین اساسا بعض منافقین به این خاطر نکشت. چرا نکشت؟ که مردم نگوین که محمد اصحاب خدا میکشت. یعنی مردم تفکیک پیشن باز نیست که مثلا کی کارا میکنه. مثلا بگونیم مثلا به صراحت براتون صحبت میکنم. مثلا امروز دو حرکتی که جریان در افغانستان میجنگن، حزب است و طالبان است در افغانستان میجنگن. یعنی دو جریان قوی است در افغانستان میجنگن. خب مثلا ما من حیث موقف ما باید چی؟ موقف ما همی است که باید
امریکا یک نجاست بسیار کلان در لباس است، بسیار کلان. یک نجاست‌های خرد است، اختلافات با بعضی مردم در این شکل نیست. نظام تمثیل اسلام نکردن، تمثیل خودم میکردن بعضی مردم. حال مشکل به می است که در یک حالت ما وحدت امت در ما در افغانستان ضرور است. ما یک بار کوشش کنیم که نجاست کلان نیست از خود باید دور کنیم. یک وقتی که دور بشه ام زمان این در وحدت صف باید کار صورت بگیره. مثلا بگونی مثال به صراحت برتان میگم، طالب در وقتش که کسی انتقاد میکرد خو امروز انتقاد طالبی که میجنگه نه و طالبی که رفت تسلیم شد، طالبی که میجنگه واقعا میجنگه فلان در این مناطق میجنگه. امروز انتقاد طالب در پیش عوام الناس این معادل به کفر است. چیز این خب است که ما به صفه میخوام تکو. مثلا امروز انتقاد اگر مثلا ما در مجلس بشینیم که حزب اسلامی یک موقف گرفت باز کابل راکت باران که درو وقتی اگر یک موقف مثلا بگیریم، حالا این تحلیل ما نیستیم که چی صورت گرفت و نگرفت. حالا ما میگیم که او چیز تیر شد، تلك امتكم قد خلت، خلاص مردم گوانا جنگیدن. حالا ما یک گیردار نو فعلا مواجه هستیم. حالا ما تصفیه حساب گله گذاری لکشون میگذاریم و رو میگذاریم به کسایی که میکار کردن وزر خود با خود ببرن. حالا آمدیم به اینجا که مثلا که این شد و همیشه میگم که ما قسم به الله عزوجل است که دوستی ما مثلا با مولا عمر یا شیخ مردمای که در جهاد در افغانستان هستن، دوستی به خاطر ذاتشان نیست. ما اینا رو به خاطر الله عزوجل دوست داریم، ما رو به خاطر رسول دوست داریم و اینا که هستن به مثابه صلاح الدین ایوبی فلان در این منطقه هستن و دشمن میخواد برش اینا رو خدشه‌دار بسازه، پروپاگاند، تبلیغات، زهراگین که مردم مثلا که در افغان یک چند نفر پیدا شده که اینا رو خدشه‌دار بسازه، اما جاسوس خدا چکنه مثل که به نام قهرمان ملی بعضی مردم بلند نگاه پاس رفتن. خب عام به این شکل باشیم که الله عزوجل دعا میکنیم که ما جمله کسایی نباشیم که دست ما با خون مسلمان آغشته شود در افغانستان، از جمله کسایی نباشیم که اینطور کلمه از ما بیرون شود که از این کلمه اینطور استفاده صورت بگیره که یک نوع جنگ مثلا بین دو مسلمان از این مثلا استفاده شد، من حیث یک گوگل از این مثلا استفاده شد. الله ما رزق مردمان نکرد و قبل که بگردن ما الله عزوجل از روی زمین برداره و همیشه به این باشیم که رهبرای ما الله عزوجل حفظ کنه و این جنگ که جنگ صلیبی است به دنیا. این به صراحت کسی نمیشه که آدم عزیز چیکار بگیره، جنگ صلیبی است فعلا و شما فکر باشن که در این جنگ قیادت برای صلاح الدین ایوبی امادوی زنکی است. فعلا این دو سه رهبر هستن که قیادت جنگ فعلا با در افغانستان و در این مناطق دارن. حتی مجاهدین عراق به این مردم باید دارن، از اینکه در افتخار کلان به ما مردم فعلا پیدا نمیشه که اونا به ما باید رای میکنن، به این منطقه رای میکنن. پس ما به این باشیم که الله عزوجل این قبرستان امریکا رو جور کنه و ما ان شاء الله به این ما شخص خودم به ایمان مطلقاً اینقدر متفائل هستم به این جنگ که امریکایا این دیگه همین چیز باید میشه که نباید با اینا مواجه باید انسان باید میشه با اینا بجنگه. دور بودن، مسافه‌های بسیار دور، نظام‌های طاغوتی را برمان تمویل میکردن، از جای بسیار دور سر ما راکت پرتاب میکردن. الله عزوجل طاغوت آورد برای ما داخل میدان که بجنگ با این بجنگ و در حدیث رسول الله میگه جنگ با اهل کتاب فضیلت داره سر جنگ با مشرکین، یعنی اهل کتاب جنگش فضیلت داره و الله عزوجل ما شما را قسم مردمای بگردانه که بتونیم حداقل سهیم شیم در جنگ صلیبی‌ها و افتخار بسا بزرگ است و در امت‌های باقی میمانه که در یک حالت که مردم امت ترک کرده بودن کسایی که و این آخر کلمه باشه که وقت دانزاد گرفتم که فعلا امت همگی در جنگ نیست، از این وهم خود بیرون کنیم. همه مسلمانان نمی جنگن. در زمان صلاح الدین ایوبی مشکل صلاح الدین ایوبی بسیار کم بود، کل مسلمانان نمی جنگیدن. فقط صلاح الدین ایوبی این ابتکار پیش بود، الله عزوجل ابتکار داره توانست امت جمع کنه، مشکلات داخل حد امت همگی آماده بودن که بجنگن. امروز غربی آنقدر کار کردن استعمار که امت از مجاهدین دور کردن. امت یعنی شما چی فکر میکردن که در امت کسی پیدا میشد که در منطقه صلاح الدین ایوبی حاکم بود، مثلا در فلسطین جنگ بود، در عراق مجاهد گرفتار میشد بعد صلیبی‌ها در فلسطین تسلیم میشد، مطلقاً توقع کس در وقت نمیکرد. حتی حکام فاسق فاجر هم کار نمیکردن، فاسق ترین انسانی کار نمیکرد، میفهمید که مرد اسلام بیرون میکنه. امروز ما شما میبینیم که امت کس خواب است و این فقط عده از مردمی کار میکنن و این طایفه منصوره است که رسول الله صلی الله علیه و آله میگن که یک طایفه از امت ما که طایفه منصوره همیشه پیروز میباشن تا وقتی که عیسی علیه السلام نازل میشه و اینا با او یک جای میشن میجنگن، این ادامه داره میشه میجنگن. ببین رسول الله چی حدیث میگه؟ میگه اینا را مردم ترک میکنن، مردم با اینا یک جای نمیشن ترک میکنن. که میگه همین ترک مردم اینا را ضرر نمیرسانن.
اینا رو ضرر نمیرسونه. ما به این باشیم که ما به این از این هم دور کنیم که کل امت از میجنگه. نه، یک بخش از امت میجنگه و الله جل ما رو به این بخش از امت باید چی کنه؟ به این هستیم که باید نه که الله جل ما رو به این شرک کنه و به اکتفا میکنیم.